شریف عزیز اگه چند سال پیش یادت باشه این گل آقا خودش میماد در رومای دو میزد. خود گل آقا یک زمان تاجیک گفته دو میزد. دوستا کی چند سال پیش هسته؟ سال بگر از روم خود من کو، فهمیدی؟ به غیرت به ناموسه همشا آمد یه میره. شریف عزیز یک زمان گل آقا میامد دو میزد، خودش یک لچک بود دو میزد، فهمیدی؟ پس اینا در رومای سیاسی و همون شو ما زود من که والله چی دارم در اینجا تجربه کافی دارم. همه هر کس که نامرد باشه همینطورم. شریف عزیز امور میگم نه، ام انسانی که یک قد به غیرت بود باور کو یک شو امی در بین رومی که چی واس کرده بود، فهمیدی؟ یک روم واس کرده بود، امی میخواست بین فارسی زبانا نفاق بندازه. این صحبت های ازش تو نزدی همیشه بسیار یک انسان چتی، یک انسان کثیف است. خودش دو میزد یک زمان، خود گل آقا یک زمان تاجیکار دو میزد. نه فاشیست اگه باشه یک مرد که باشه مستان جانی، اصلا این مردانگی نداره، به غیرت است. اون شو که من روم واس داشتم آمدم اونجا در نگنیم گل آقا تام دیدم، اون شو کلگی دخترها بود دم روم. رستم 11 جناب شریف عزیز، دفاع عزیز بود، ساتری داشتیم. واس دیدم در نگنیم گل آقا که تام آمد برآمد از روم، بودی که در نام خوار خود آنلاین شد. من متوجه گل آقا در کدام نام میه، بودی در نام لادن آمد، در نام لادن که آمد لطف دمی صورت از این نمیفهم سالی از روم تو بنده یا نه. اگه از روم تو بند نیست در کدام نگنیم آمده ششته، فهمیدی؟ حتما در نگنیم خوار آمده. مراقا اگه در روم هستی فهمیدی بچه بیناموس باز من میفهمم تو دفل. اگه مرد هستی که امر رقم در نام گل آقای میایی دیگه زیر چادری نمیایی، تو باز در روم کچی کنم تو افشا میکنم. بیناموس تفرقه انداز. نه سال عزیز کار دیگه تا هدفه کار کسد تیر شد دیگه. چی بریزی مردم؟ چی هست گل آقا یک لچک بیناموس نفاق انداز؟ اول بین پشتنا و چی میکرد، پس اینا میخواست بین فارسی زبان ها نفاق بندازه. که این ساخت انسان های کثیف باید. نوید عزیز با دوستای دیگه که اومدن تو به آیدی چی میگن، با آیدی ترک تبار اولاغ آمده بود. اولاغ هم به اصطلاح خر میشه که من بهش گفتم که یا از آیدیر برو، از قاسم جان خوش آمدین قسیمی در من بهش گفتم که یا از اتاق برو آیدی تا عوض بکن یا باونس میکنم. دیدم که شروع کرد به توهین، من چیزش کردم، من باونسش کردم، باز دوباره با همون آیدی ادمین شد. ادمین شد. خواهش میکنم خوش آمده. با همون آیدی ادمین شد. خودش بود. بله بامیان عزیز چی میگن. اما اول که من عیار شد و مایک کد به ما داد، من ادمین شدم. بعد دیدم که گل آقایم ادمین شد، خواستم از ادمینی در بیام دیگه، ولی تا بخوام صحبت بکنم عیار رفته بود، چون که میدونم این گل آقا به تو ادمینی باشه نمیگذاره، کار خوب پیش نمیره. بعد یک کدی هم به اصطلاح چی میگن، یک کد پیچیده دور درازی هم داشتی که جز خود گل آقا کس دیگه نمیتونست باشه. در هر صورت کار این تشریف ببرین. مسنجانی عزیز، بله من دیگه از شریف جان گپی نشد دیگه، خودت دیدی که چی شد دیگه. نه شریف عزیز ببین، یک نفر آمد گل آقا بود، گل آقا با یک آیدی بودی، اوکی. ببین من خب شما اوت شده بودی. ببینین من ادمین بودم، بامیان جان ادمین بود و گل آقا ادمین بودیم. گل آقا خب 2 تا پیسی داره، با اون پیسی دیگه آمد، من الان بندش هم نکردم، با آیدی گل آقا جای دیگه است، خود قلف کرده با اون آیدی دیگه، الان تو اتاق از گوش میکنه، حتما بندش هم نمیکنم، بذار باشه شاید آدم شه بالاخره. با آیدی دیگه آمد به اسم نوبت گرفت، نوبت من بود، تازه خواستم شروع کنم به صحبت.
به اسم چیز ترکتبار اولاغ. ترکتبار اولاغ یعنی ترکتبار خر، اولاغ خره دیگه. بعد من بهش چیز دومای گفتم که با یه آیدی که آمدی ترکتبار آمدی، برو آیدی رو عوض بکن با یک آیدی دیگه بیا، اگر نری من به اصطلاح چیز میکنم، باونس میکنم. بعد خلاصه چیزایی نوشت دیدم نمیره، من باونس کردم. بعد گلاغا او رو چیز کرد، گلاغا او رو هم اون باونس کرد و با او آیدی دیگه هم به اصطلاح کد زد، ادمین شد. معلوم بود که ادمین لیست نداره، ولی کدش طولانی بود، پیدا کردنش کار هر کسی نیست. بعد با همون آیدی ادمین شد و به اصطلاح به ما رد داد و